سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 7 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. باز یک ویدیوی ابله دادرش را بار کردند، اکش را لطوکوب کردند. سلفی بود. شرح حکم زندان دامولا عبدالحنان از سوی دادستانی ختلان. کشته شدن فرمانده جبهه آزادی اکمل امیری رسما تصدیق شد. درگذشت قماندان مسلم نفر خاص احمدشاه مسعود. زمین لرزه چهاربالی در نزد کول سریس در شرق تاجیکستان. بر اثر سوختار در شهر وحدت چند خانه به کام آتش رفته است و اکنون تفصیلات خبرها. در شبکه‌های اجتماعی از جمله پرویز تیوی ویدیوی نوی در کوچه به ابله و افزودن یک جوان نشر شده است. در ویدیویی که توسط ویدیو کامراهای نظارتی ثبت شده نزدیک 1 دقیقه دوام میکند دیده می شود که یک گروه مردان لباس ملکی در تن یک جوانی را که از مغازه بیرون می آید همه کسا دستگیر می کنند و به زوری به ماشین بار می کنند. در این لحظه یک جوان دیگر که گفته می شود برادر کلانی آن جوان ابله شده است آمده می خواهد دادرش را خلاص کند، ولی ابله‌چیان او را لطوکوب می کنند و در نهایت او را هم به ماشین دویمشان که رنگش سفید است بار کرده می برند. کی و در کجا ثبت شدن این نوار معلوم نیست. این معلوم نیست که اون دو جوان با دست ابله و افتاده کی بودند و ابله‌چیان از کدام نهاد و اون دو جوان را کجا بردند. ولی ظاهرا اگر آن جوان اول را به خدمت برند دومی را می توانند به استفاده زوراوری به کارمندان مقامات هنگام اجرای وظیفه خدمتیشان گوناگون کنند که طبق ماده 328 کودکس جنایتی تاجیکستان با جریمه به اندازه تا 500 نشان دهنده برای اسوب‌ها یا کارهای اصلاحی مهنتی به مهلت تا 2 سال یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال جزا داده می شود. مقامات این ویدیو را هنوز شرح ندادند. روز 11 اپریل سال 2023 دو ویدیوی ظاهرا ابله در جریان موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان به دست اداره پایگاه خبری بامداد رسید که در آنها نیز لحظه‌های مجبوراً دستگیر کردن و بردن دو جوان ثبت شده بود. در این شب و روز موسم بهاری دعوت به صف ارتش تاجیکستان ادامه دارد. این معرکه از 1 اپریل آغاز یافته تا 31 مای دوام می‌کند. امسال شهروندان سالهای تولدشان از 1996 تا 2005 به خدمت حربی جلب کرده می‌شوند. وزارت مدافع تاجیکستان اخیراً خبر داد که طی 10 روز اول دعوت بهاری نقشه دعوت علاقه 40% اجرا شده است. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه بهار در ماه‌های اپریل و می، تیرماه در ماه‌های اکتبر نوامبر صورت می‌گیرد. هر سال قوه‌های مسلح تاجیکستان تقریباً به 16000 نوسکر احتیاج دارند، اما با آنکه در تاجیکستان تقریباً 700,000 جوانان سن و سال دعوتی به سر میبرند، کمیساریات‌های حربی در هر موسم در اجرای نقشه دعوت مشکل میکشند. ابله و یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه بازارها دستگیر کرده به خدمت میفرستند. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابله شده تنها بعد چند روز خبر مییابند که نزدیکان گم شدهشان را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابله که آبروی دولت را میریزاند نقطه گذارند. جبهه آزادی افغانستان که به ضد رژیم نو طالبان مبارزه مسلحانه میبرد روز 16 اپریل سال 2023 با نشر یک بیانیه بعد چند روز گزارش‌های زد و نقیض خبر کشته شدن فرمانده ارشدش اکمل امیری را تصدیق کرد و گفت قماندان امیری در یک نبرد با نیروهای طالبان در سالنگ جنوبی به شهادت رسید. جبهه آزادی در اظهاراتش طالبان را محکوم کرده است که با گذشت قریب 1 هفته بجز از جنازه نعیم سالنگی جنازه های کشته شده های دیگر را تا به حال به نزدیکانشان نداده است. طالبان با وجود تحویل جنازه آن 1 نفر از کشته شده های جبهه آزادی به نزدیکان نعیم سالنگی اجازت ندادند که او را با تشییع نماز جنازه به خاک بسپارند. قبلا گزارش‌های به دست رسیده بودند که 8 تن از اعضای ارشد از نیروهای جبهه آزادی شب 10 اپریل سال 2023 در حالی که از ایران برمیگشتند بنا به برخی خبرها در منطقه جبل سراج در جنوب سولنگ
که در بین ولایت‌های پنشیر و پروان جایگیر شده است، بنا به خبرهای دیگر در منطقه شتیل دره پنشیر به شبیخون جنگجویان طالبان دچار شده به هلاکت رسیدند. بنا به گزارش‌ها در آن شبیخون اکمل امیری و بصیری اندروبی، دو فرمانده جبهه آزادی افغانستان، یک گروهی که به ضد رژیم نو طالبان می‌جنگیدند، کشته شدند. وزارت مدافع طالبان قبلا با انتشار اطلاعیه گفت که عملیات نظامی علیه جبهه آزادی از طرف گروه 221 شهید آفتاب در سولنگ انجام شده. در نتیجه آن اکمل امیری با 8 تن از یارانش کشته شدند. اکمل امیری و بصیری اندروبی از نظامیان حکومت قبلی بودند. اکمل امیری در ولایت کپسیا تولد شده. اکادمی نظامی به نام مارشال فهیم را در کابل ختم نموده است. او تا سقوط کابل مسئول عملیات ویژه نیروهای مخصوص ارتش افغانستان بود. بصیری اندروبی نیز از افسران نیروهای ویژه ارتش افغانستان بوده. یک بار تا سقوط طالبان در نبرد با طالبان در اندروب زخمی شده بود، اما بعدا دوباره به گروه ضد طالبان پیوست. کشته شدن دو فرمانده جبهه آزادی ضربه سخت به این جبهه و آن نبرد اخیر پرتلفاترین جنگ برای جبهه آزادی از زمان تأسیس آن دانسته می شود. داستانی ولایت ختلان گفت شهروند عثمانوف عبدالحنان سال تولدش 1972 زاده نویه کوشانیان با حکم دادگاه ولایت ختلان بر اساس ماده 307 علاوه 3 قسم 2 اشتراک در فعالیت سازمان ممنوع و ماده 164 مانع شدن به گرفتن معلومات حتمی عمومی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده، به او جزای نهایی به مدت 6 سال محروم نمودن از آزادی با نگاه داشتن در مبحث نظامش پرزور تعیین کرده شده است. ماده 307 علاوه 3 قسم 2 همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان و ماده 164 تا 2 سال زندان را پیش بینی می کند. به گفته دادستانی عبدالحنان عثمانوف اوید بر روی دینی سلفیه که در تاجیکستان ممنوع است معلومات پیدا نموده آن را درست پنداشته و طرز نمازگزاریش را مثل طرفداران رویه مذکور ادا می کرده است. اما دادستانی شرح نداده است که چگونه داملا عبدالحنان با ادای نمازهایش با شیوه خاص سلفی‌ها چندین سال امام مسجد دهه منت‌آباد نویه کوشانیان بود و نمازهای مردم را امامتی میکرد. یاور ارشد دادستان ولایت ختلان ورقه زین‌الدین به روزنامه ختلان نشریه رسمی حکومت این ولایت گفته است عبدالحنان عثمانوف همزمان در سامانه‌های اینترنتی واعظان سازمان‌های اکستریمیستی تروریستی را پیوسته تماشا نموده به آنها عقیدگی نشان داده است. او 16 ماه سال 2022 در شبکه اجتماعی با نام مستعار به خود صحیفه علیحده کشاده منتظم نشر ویدیو نوارهای خصوصیت اکستریمیستی داشته را در صحیفه اینترنتیش جای می‌داده است. همزمان به اطلاع یاور ارشد دادستان ختلان داملا عبدالحنان 15 ینور سال 2023 ساعت 13:30 در نویه کوشانیان در معرکه توی دامادی فرزند برادرش عثمانوف ابوبکر از روی عقیده های اکستریمیستیش برگزاری بزم و موسیقی را در توی حرام شمرده اسباب صدا بلند کننده سراینده را چپه نموده رفت برگزاری توی را پرامن کرده است. همچنین به گفته نماینده دادستانی این روحانی برخلاف طلبات ماده 41 کنستیتوت جمهوری تاجیکستان که طبق آن هر یک شخص حقوق به تحصیل دارد عمل نموده برای گرفتن تحصیلات حتمی عمومی اساسی دخترش سمی و منیژه سال تولدش 2007 مانع ایجاد کرده است. منیژه در سالهای خانش 2014-2015 باید به صنف یکم میرفت. پدرش او را به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نبرده از تحصیل دور نموده است. خود داملا عبدالحنان و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی سید جبار علیف ادوکات ظاهرا از طرف دولت تعیین شده عبدالحنان عثمانوف روز 14 اپریل سال 2023 برای رادیو آزادی نیز گفت که این روحانی نه برای ویران کردن توی برادرزاده‌اش بلکه برای تماشا و پهن کردن نوارهای وابسته به پیمان ملی محکوم به زندان شده است. پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف 4 سازمان مخالف تاجیک سال 2018 در اروپا تأسیس یافته علاوه سال 2019 در تاجیکستان همچون سازمان افراطی فعالیتش منع کرده شده است. سید جبار علیف گفت در یوتیوب به نام مولا عبدالله ثبت نام شده پیوسته نوارهای پیمان ملی را تماشا و پهن کرده است. در همین حال محمد اقبال صدرالدین سردبیر سامانه به مخالفان نزدیک اصلاح روز 14 اپریل
در یک مطلب در فیسبوک نوشت که به اطلاع او کارمندان مقامات تلفن دامولو عبدالحنان را از دستش گرفته از نام او ویدیوهای اپوزیسیونی را لایک گذاشته و پهن کردند و سپس بر اساس این به ضد او پرونده بافتند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. محمد مسلم حیات، معروف به قماندان مسلم، یکی از مجاهدین خوشنام افغانستان، در سن 60 جان به جان آفرین تسلیم کرد. سنگر فرزام کاظمی وی را یکی از افراد خاص احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان عنوان می‌کند که جوانی خود را در سنگرهای جهاد و مقاومت سپری کردند و با نام نیک و دستان پاک از عالم رفت. یکی از دوستان قماندان مسلم به سنگر گفت مرحوم حدود 1 ماه با بیماری دل دست و پنجه نرم میکرد که در نهایت به زندگی او خاتمه گذاشت. فرمانده بیگاه روز یکشنبه 16 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت‌های 8 به وقت کابل در یکی از شفاخانه‌های شهر لندن پایتخت بریتانیا جان به آفرین تسلیم کرد. گفت او قماندان مسلم سال 1963 در دهه جنگلک ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر به دنیا آمده یکی از خویشاوندان پدر احمدشاه مسعود به شمار می رفت. وی در سالهای 1980 بعد از تمام کردن صنف 12 در کابل پس از حمله اتحاد شوروی به افغانستان به پنجشیر رفت و به صف مجاهدین پیوست. دیر نگذشته پس از فراگیری آموزش‌های نظامی و با در نظر داشت شجاعت و توانایی‌های فردی که داشت به صلاحیت احمدشاه مسعود به صفت قماندان قرارگاه ملسپا گماشته شد و یکی از فرماندهان قطعات مرکزی را به عهده گرفت. در زمان مقاومت اول قماندان مسلم مسئولیت استخباراتی خارجی جبهه مقاومت را به دوش داشت و تمام روابط جبهه با استخبارات خارجی را تنظیم میکرد. وی در سفر مقصود به ایران در سال 1998 او را همراهی نمود. پس از سقوط طالبان در سال 2001 قماندان مسلم ارتشه نظامی افغانستان در لندن تعیین شد و پس از انجام مأموریتش در یکی از شرکت‌های بریتانیایی که با کشورهای آسیای مرکزی کار میکرد وظیفه مشاور امنیتی را به دوش داشت. صبح بر وقت 7 اپریل سال 2023 ساعت 9:46 دقیقه به وقت محلی تاجیکستان را باز یک زمین لرزه تکان داد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خبر داد که زمین لرزه در 378 کیلومتری جنوب شرق دوشنبه، 153 کیلومتری جنوب غرب خوروغ و 86 کیلومتری غرب مرکز ناحیه مرغوب ولایت مختار کوهستان بدخشان رخ داده. شدت زمین لرزه در مرکزش 4 بال، در مرغوب از 2 تا 3 بال و در خوروغ 2 بال را تشکیل داده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت درباره یگان تلفات یا خسارات بر اثر این آفت طبیعی گزارش نشده است. بنا به اطلاع پایگاهی که زمین لرزه های رخ داده در سراسر سیاره را پیگیری و ثبت می‌کند، این زمین لرزه در 82 کیلومتری شهر مرغوب در نزدیکی مرز تاجیکستان با ولایت شینجان اویغور چین در عمق همگی 10 کیلومتر رخ داده. شدت آن در مرکزش طبق جدول ریختر 4.1 بال را تشکیل داده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جاگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. بر اثر زمین لرزه شب 23 مارس سال 2023 که مرکزش در اطراف دهه پلدارک نوحه کوهستان مشچو بود، در مجموع 368 خانه از جمله در نوحه کوهستان مشچو 318 خانه، در نوحه رشت 32 خانه و در نوحه نورآباد 17 خانه ضرر دیدند. سوختها در منسرد یا قبط آخرین یک بنای بلندآشانه در مرکز شهر وحدت کنار دوشنبه باعث پاره به کام آتش رفتن چند منزل شده است. در این باره رادیوی آزادی با نشر یک ویدیوی فرستاده کاربران خبر داد. گفته می شود حادثه شب 15 به 16 اپریل روی داده. سوختار گویا در پی ترکش ظرف گاز مایع سر زده است. خود ساکنان از احتمال به هم رسیدن سیم برق نیز حرف میزنند. مقامات هنوز در این باره چیزی نگفتند و معلوم نیست که در این حادثه کسی آسیب دیده است یا نه. همچنین دقیق نیست که ضرر رسیده از سوختار چقدر است. در نوار نشر شده دیده می شود که علنگه آتش در قبط بنای 6 آشیانه
از یک منزل به منزل دیگر گذشته همه را به کام خود کشیده است و پس از سوختار در خانه‌های ساکنان ضرر دیده تقریبا چیزی باقی نمانده است. هر سال در تاجیکستان بر اثر سوختار دهها خانه و مغازه و کارخانه و بازارها به کام آتش می‌روند. بنا به آمار وزارت کارهای داخله سال 2022 در جمهوری 1260 حادثه سوختار، در یک سال قبل 1196 چنین حادثه رخ داده. سال گذشته باعث هلاکت 19 نفر گردیده، یک سال پیش 10 کشته به جا گذاشته است. مبلغ ضرر سوختار در سال 2022 در عموم 58,716,000 سومانی یا بیش از 5 میلیون دلار را تشکیل داده است. مقامات رسش کوتاه ناقل‌های برق و ترکیدن بالون‌های گاز را از سبب‌های عمده سوختار در تاجیکستان نام می‌برند. آوازخوان جوان تاجیک فخرالدین نظر که بیشتر با تخلص فخرالدین کولابی شهرت داشت، روز 16 اپریل سال 2023 در دهه اخیر ماه شریف رمضان از عالم چشم پوشید. در این باره هنرمند گروه عرب شو کمپانی دوستمراد شریف با نشر یک تعزیه در کانالش در یوتیوب خبر داد. بنا به اطلاع او، فخرالدین کولابی طی 2 ماه اخیر از بیماری جگر رنج میکشید و همین بیماری سبب مرگ آوازخوان جوان شده است. دوستمراد شریف همچنین خبر داد که مراسم نماز جنازه فخرالدین کولابی روز 16 اپریل در محله مایاکوفسکی برگزار شده است. فخرالدین تقریبا 15 سال باز به آوازخوانی مشغول بود و اساساً ترانه‌های مردمی را در سبک مشهور به سبک کولابی اجرا میکرد. فخرالدین نظر بیشتر در توی سور مردم هنرنمایی میکرد و عمر فرصتش نداد که ترانه‌هایش را در استودیوهای کسبی ثبت و ویدیو کلیپ کند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.